در شهر خوجند با تشبث مؤسسه دولتی تعلیمی پلانتری به نام ابو محمود خوجندی آزمون ولایتی کیهان از نگاه کودکان برگزار شد. در مراسم افتتاح این چهاربینی نمایندگان ریاست معارف ولایت سوغد، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت و رهبریت پلانتری به نام ابو محمود خوجندی اشتراک نموده ضمن برآمد خود قید نمودند که مقصد اساسی راهاندازی نمودن این چهاربینی هوسمندسازی کودکان و نورسان نسبت اختراعکاری و هنرمندی و دانش آموزی می باشد. مؤسسه دولتی تعلیمی پلانتری به نام ابو محمود خوجندی که یگانه مؤسسه در جمهوری می باشد فعالیت خود را در تاجیکستان در کل تاجیکستان برآ مانده است. امروز ما با 20 پلانتری های عالم همکاری بین المللی داریم. توجه خوانندگان به اختراعکاری و رشد فن‌های دقیق خیلی افزون شده است. ما در آینده کوشش میکنیم چون این چهاربینی ها رو زیاد نماییم و در دایره این چهاربینی ها ما برگزاری سلسله چهاربینی ها آزمون ها رو به نقشه گرفتگی هستیم. در دوره ولایتی آزمون مذکور غالبان دوره شهری و ناحیوی از 17 شهر و ناحیه ولایت سوغد اشتراک نمودند. آزمون از روی شرط‌های رسمکشی در روی مونفرش، تصویرآفرینی و رسمکشی، آرایش گازیته دیواری، مدل سازی و اختراعکاری و نوآوری برگزار گردید. اشتراکچیان آزمون در موضوعی مربوط به کیهان در روی مونفرش رسم کشیده گازیته‌های دیواری را در همین موضوع آرایش دادند. اختراعکاران نورس راکت، طیاره و دیگر تجهیزات اختراع نموده خود را پیشکش هیئت حکمان کردند. من در این آزمون اشتراک ورزیده جای نمایان را اشغال کردم. من در این آزمون موشکی با یاری آب حرکت کننده اختراع کردم که این با یاری آب و نساز حرکت میکند. کشتی آبی اختراع کردم. این کشتی آبی من اختراع کرده از دیگر کشتی‌های آبی از آن جهت فرق میکند که این تیز حرکت کننده بوده، باز برای استراحت نیز میشود. من بسیار خرسندم که چنین آزمون‌ها تشکیل شده. ما نورسان هوسمند میشویم و ما کوشش میکنیم که در آینده اختراع‌های ما به خواجگی خلق و برای ملت خودمان خدمت کند. مورد با ذکر است که سال در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد با تشبث ریاست معارف ولایت صف کودکان و نورسانی که به علم و تکنیک شوق و رغبت دارند زیاد گردیده ایستاده است. اختراعکاران نورس امید دارند آن تجهیزات‌های را که اختراع می‌نمایند منبع در خواجگی خلق واسه استفاده برده شود. من در دوره ناحیوی سزاوار جای یکم گردیدم و می‌خواهم که در دوره ولایتی نیز سزاوار جای افتخاری گردم. در آزمون همچنین نمایش کارهای ایجادی و دستی و هنرهای مردمی از قبیل سوزنی دوزی، زردوزی، قراق دوزی، قالین بافی و دیگر هنرهای مردمی به معرض تماشا گذاشته شد. برنامه رنگین فرهنگی که از جانب تربیت گیرندگان کودکستان پرزیدنتی شهر خوجند و مکتب پرزیدنتی شهر بوستان آماده گردیده بود با چهاربینی شهامت خاصه بخشید. غالبان و جایزه‌داران آزمون با تحفه‌های خاطروی ریاست معارف ولایت سوغد، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند و مؤسسه دولتی تعلیمی پلانتری به نام ابو محمود خوجندی قدردانی گردیدند. در این آزمون ولایتی اشتراکچیان شهر و ناحیه‌های باباجان غفورов، خوجند، گلستان، پنجکند، اشت، دیوشتیچ، سپیتامن و جبار رسولов مهارت بلند نشان داده بیشتر مقام‌های فخری را صاحب نمودند. همچنین در دایره چهاربینی 35 نفر غالبان آزمون بین المللی با راه ستاره ها از جانب ریاست معارف ولایت قدرشناسی کرده شدند.